عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. بچه ها عالی بودن، خدا رو شکر. یه همت خوب بعد باخت بازی قبلی که تصمیم گرفتن دیگه اون بازی حرفه‌ای خودشون رو اجرا کنن. خدا رو شکر خوب تونستیم تو نیمه اول موقعیت سازی کنیم و 2 تا گل هم زدیم، چند تا هم فکر کنم نزدیم. واقعا یه مقدار تو بدشانس بودیم تو این قضیه. تلاشمون اینه که تعهداتمون رو اجرا کنیم و بچه‌ها هم واقعا با جون و دل دارن مایه میذارن. حالا با بچه‌های تیم که صحبت می‌کردم میگفتن که آقای یوسف نژاد دیگه جایزه خوبم گذاشته بعد پایان بازی، درسته؟ بله بله. قرار شد اگه ببرن یه قسمت. یه هدیه خوبی بهشون بدیم. بله بله. به خاطر همین دارن جون مایه میذارن. واقعا خب قبلا نداشتیم در تیم داماش همچین چیزی که آقا بگن بعد بازی پاداش داده میشه به تیم. البته خیلی ضعیف بود و الان خوب شده و اوضاع حالا بازیکن‌ها دارن خوب بازی میکنن. در مورد تغییر تحولات بگید و آینده که در آینده خودتون چه برنامه‌هایی داره برای این تیم؟ از روز اول گفتیم، هنوزم میگیم که داماش رو پایتخت استعداد فوتبال ایران درست میکنیم. تا الان 3 تا بازیکن امید درجه 1 در سطح ایران جذب کردیم. تا 1-2 هفته دیگه 1-2 تا دیگه از بازیکنهای خوبی که بازیاشون تو لیگای حالا جای دیگه که هستن تموم میشه و میان به جمع داماش و مطمئن باشید که پایان فصل خبرهای خیلی خوبی داریم تو بحث بازیکن سازی و پایه سازی داماش و اون سری هم گفتم که تو هر بازی که ما میریم جلوتر این رو راحت‌تر میتونیم به نمایش بذاریم تا اثبات کنیم که داماش داره برمیگرده به اون اصالت خودش.